شاه محمود هوتکی که بود و چگونه مسیر تاریخ را تغییر داد؟ محمود فرزند مریویس خان هوتکی در سال 1697 میلادی در قندهار متولد شد. پدرش رهبر قوم قلزایی و بنیانگذار دولت مستقل افغانها بود که علیه صفویان قیام کرده بود. پس از مرگ پدر، محمود با جاه طلبی رهبری قوم را به دست گرفت و تصمیم گرفت بر سراسر ایران حکومت کند. در سال 1722 میلادی با سپاهی از قندهار حرکت کرد و پس از فتح شهرهای بزرگ به اصفهان رسید. محاصره طولانی شهر باعث قحطی و بیماری شد تا جایی که شاه سلطان حسین تسلیم شد و تاج پادشاهی را به محمود واگذار کرد. محمود به عنوان نخستین افغان در تاریخ بر تخت پادشاهی ایران نشست و به دوران صفویان پایان داد. اما حکومت او با مخالفت شدید مردم و بزرگان روبرو شد. محمود که در ابتدا امید به پذیرش داشت، به خشونت روی آورد و بسیاری از بزرگان را اعدام کرد. او به تدریج دچار بیماری روانی و بدگمانی شد و فضای حکومتش تیره و خشن گردید. در سال 1725 تنها 3 سال پس از فتح اصفهان، محمود در میان بیماری و تنش‌های داخلی درگذشت. پس از او اشرف هوتکی جانشین شد، اما حکومت افغانها در ایران به پایان نزدیک شده بود. محمود هوتکی در تاریخ به عنوان فاتح اصفهان و پایان دهنده سلطنت صفویان شناخته می شود. اما دوران کوتاهش سرشار از بی‌ثباتی، خشونت و سرانجامی تلخ بود. لایک ویدیو رو فراموش نکنید و برای تماشای ویدیوهای قبلی وارد پیج ما شید.